اومدیم ورودی بازار بزرگ رشت، پایان زلزله‌کشون عرض می‌کنم. رفت تا سال دیگه، درسته؟ آجا پایان تا سال دیگه. انگی‌ها ببخشید، برکت خود این سبز میدون، این بازار رشت اصلا حال آدمو واقعا قسمتی از بهشت بکنم اینجاست. انواع خوراکی ها زنده، حال و هوایی داره. این نونه شبیه این نونه هندیه، یادم رفت اسمشو. هندی ها مصرف میکردن توی کانادا. نونه رو اینجا سیامزگی، پنیر سیامزگی که در موردش توضیح دادم، خیلی پنیر خفنیه. اصالت، خدمت و اصالت رو اینجا داریم. شاید 40 سال 50 سال هم اینجاست. اینا باید بشینم برای ما صحبت کنم، ببینن که آستانه صبرشون بالاست چیکار کردن که ما آستانه صبرمون اومده پایین. اصالت بعدی واقعا حال و هوای آدم رو خوب میکنه. این مغازه های قدیمی این دور زمونه که ایلان ماسک اومده و همه چی عوض شده، دور زدن تو این بازارها و این حال و احوالا رو دیدن خیلی آرامش بخشه. مثلا یه لیدر قدیمی 30 سال پیش اگه داشتم میومدم همراه خودم میآوردم گفتم صحبت کن ببینیم چیه. میزبان کمچر، میزبان گوسفندی، قدیم ها چه خبرها بوده، چیا بوده، چی نبوده. این چی میفروشه؟ چای، سعلب کاکائویی. یه قسمتی از شب هم داریم که اینجا شب بشه، ولی الان هوا روشنه دیگه. زیتون رو داریم، بار رو داریم. میدون شهرداری رشت سبک و طراحیش از اروپای شرقی گرفته شده، زمان پهلوی ساخته شده و اسم قدیمش درب دیوان بوده و یکی از جایی که تمام گیلانی ها باش خاطره، تمام مردم ایران باش خاطره دارن. الان هم دارن بازسازی میکنن این قسمتشو و اون قسمت پشتی رو و یکی از جای تاریخی ایرانه. بریم ببینیم چه خبره.
آقا این چیه این سومیه گنده؟ بالنگ همین که مربا میکنن. دست شما درد نکنه. عجب کدوهایی. خلاصه حالا هوایی داره این میدون شهرداری رشت. جالبه که همه رو بازسازی میکنه. حالا هوای خوبی داره. قسمت قدیمی ها اینجاست. یه زمان پدرامون اینجا خاطره داشتن. تماشاخانه گیلان اینجا همونجوری که می‌بینی سینما بوده دیگه احتمالاً. کفشای میز نوروز. اجاره نشین ها عشق کردن اون موقع ها. عشق کردن اون موقع. الان هم حال میکنه. چقدر اینجا قرار گذاشتن. دیت میذاشتن. نه قرار میذاشتن. دیت که مال امروزی هاست. چه عاشقی ها کردن. چه خاطراتی داشتن. بذار سن ماها کمتر الان میخوره. اصل قضیه پدر مادرمون بوده. همه میگن ما کاری نکردیم ولی همشون اینجا اصل قضیه بودن. خلاصه در همه مقاطع زمانی خاطره اینجا همه دارن. یختمه یه نکته‌ای که نظرمو جلب کرد. حالا من اینو توی جنوبم قبلا دیده بودم، یعنی همچنان هستش. سر ظهر خیلی ها چیز میکنن. خیلی از کسبه و مغازه‌دارا سر ظهر از ساعت 1 و 2 اینا دیگه مثلا میبندن و دیگه وقت استراحت و تا 3 و 4 دیگه. از قدیم گفتن دیگه رشت خیلی مردم به استراحت و خوشگذرونی و اینا معروفن. خیلی نمیداره. من فکر می‌کردم فقط جنوب اینجوریه ولی الان میبینم که رشتم اینجوریه. خیلی جالب بود باسم. دیگه داریم میریم سمت میدون شهرداری. اینجا